سلام و وقت بخیر دوستان بیننده همراهان همیشگی فوتبال برتر. آمدیم دیدار اساس این کشف اصل تر را برای شما مرور بکنیم. در تیم این کشف مهدی، میلاد، فرهاد و احمد قرار گرفتن. توی دروازه قرار میگیره، توی دروازه قرار میگیره. اصلا کار یک بر صفر. گل زودنگام برای یاران سرطان. حالا در ترکیب سرطان امیر محمد رضا، پارسا و حمید رضا در چارچوب سرطان قرار گرفته. با قضاوت محمد خالدی از روستای این کشف ضربه را میزنه، تو موقتا دور میشه و حالا یا ضربه و تو بازم از سیناد در فازه به بیرون میره و راهی کورنر میشه. امیر محمد کورنر را میفرسته با خوب دفاع، یه موقعیت فرصت ضربه و گل توی دروازه اصاب کار 1-1. این چشم 1 سرطان 1. حالا امیر محمد اجراغاز کرده یک کار فوق العاده. دوباره خودش برا در اختیار داره و مهدی از را میرسه و تو به بیرون میزنه. میفرسته داخل محوطه جریمه، ضربه اثر مدافعان رو برمیگردونند. حمید رضا خوب در بازی میکنه، سنگربان فوق العاده یارانه سرطان. توی دروازه فرستاد در اصل و دروازه باز میکنه. این بازیکن چه حرکتی زد و حرکت بعدیش خیلی خوب نبوده، زمین میخوره با حرکت بعدی خودش. حرکت دومش به بیرون به زمین میخوره، در تو بشو به بیرون نرفته، به خوب کنترل کرده.